وقتی دو سپاه هند و ایران به هم رسیدن، سپاه هند 300,000 نفر بود و سپاه نادرشاه فقط 160,000 نفر بود. سپاه محمد گورکانی با این تعداد نیرو خیلی قوی تر به نظر می رسید، اما نادرشاه با هوش بالایی که داشت خودش رو برای این جنگ کاملا آماده کرده بود. اون دستور داد که شترهایی که با خودشون آورده بودن رو به صف کنن و بعدش دستور داد تا روی کوهان شترها هیزم ببندن و اونا رو آتیش بزنن. شترها وقتی احساس سوختگی کردن با صدای بلند و با سرعت به سمت لشکر هند که در حال حمله به سمت سپاه نادر بودن حمله کردن. خط اول رو که فیل‌ها تشکیل میدادن با دیدن شترها که به اونا نزدیک میشدن وحشت کردن و برگشتن به سمت خود سپاه هند حمله کردن. تعداد زیادی از سپاهیان محمد گورکانی کشته شدن و صف‌ها و آرایش نظامی ارتش هند به هم ریخت و حالا دیگه همه چیز برای پیروزی سپاه نادرشاه آماده